سلام دوستانی قند. امروز از بیلو کلندی طلایی ترکمنات و ویزای طلایی عبدالرازق، شیربچه پنجشیر و به هیبتی طالب هیبت الله، ایدی سیب و انگور و پیشنهاد برای ایدی تپک، همچنین قانون عفو در تاجیکستان میگوییم. اما اولتر از همه میخوایم که این نوار را تا آخر ببینید، فکر و اندیشه و نظر خود را بنویسید. فکر شما واقعا هم مهم است. برای آنهایی که وابسته به نشر اول اندیشه خود را نوشتند اظهار سپاس میگوییم و آنهایی که نشر اول را ندیدند میتوانند با پیوندی که در زیر نوار گذاشته می شود آن را تماشا کنند. با فانوس آبونه شدن را فراموش نکنید. آن را به دوستان خوبتان توصیه بدهید. اینچنین تگمه پسندیدن و زنگوله را زیر کردن را هم فراموش نکنید. از همراهیتان خوشحالیم. رفتیم. قربانگلی بردیمحمدوف رئیس جمهور همکاری ترکمنستان باز در سرخط رسانه‌ها قرار گرفت. بردیمحمدوف در رسم گذاشتن سنگ اساسی یک بنا کپسول طلایی را با پایدیواری آن گذاشت. بتون را از عرابه طلایی با بیل طلایی گرفته در ناوه طلایی ریخت. رسانه‌ها نیمشوخی و نیم جدی گفتند که یگانه چیزی که در این بین از طلا نبود همان بتون بود. مسئله پنج پنجه‌اش هنر با بردیمحمدوف راست می‌آید. فراتر از این عمل و رفتارهای وی نشان می‌دهند که نه تنها پنج پنجه دست بلکه 10 انگشت و ناخن‌های پایش هم مالامال هنر هستند. مسئله به یک مرد 40 هنر کم است را هم کی‌ها به خود اختصاص داده است. هرچند اگر هنرهای او را بشماریم شاید به یکم 100 یا 100 برسد. کی می‌داند؟ تقریبا کار نمانده که انجام نداده باشد. نویسندگی، شاعری، نوازندگی، سرایندگی، دیجیی، چواندازی و دهها عمل دیگر. باور نمیکنید اما زمستان امسال همراه نبیره‌اش بابای برفی هم ساخت. هنر رزمندگیش کو در جای خودش. کارد و تیر پرتاب کرده او 1 سانتیمتر خطا نکرده به نشان میرسد. گذشته از همه این اخیراً سر اداره طیاره حربی هم نشست. همین است که او را با شوخی ترکمناتر نام میبرند. اگر پرزیدنت ترکمنستان به قول با بیلو کلند و عرابه طلایی خبرساز شد، هموطن ما را ویزای طلایی سرخط خبرها کرد. کلمه طلا یگانه ماننده میان قربانگلی ترکمن و عبدالرازق تاجیک نیست. ماننده دیگر این است که هر دو هم آوازخوانی میکنند. خلاص عبدالرازق که اخیراً همچون بلاگر نام برآورده است، ویزای طلایی امارات متحده عرب را صاحب گشت. با نوشته رسانه اکنون او میتواند 10 سال در امارات متحده عرب زندگی و کار و فعالیت کند. تا امروز عبدالرازق یگانه تاجیک گفته می شود که این ویزا را به دست آورده است. نان باشد سرود هم می شود گفته بود لنین. پس از آزمون نان و محصولات نانی، شهر باختر ایدی سیب و ایدی انگور را تجلیل کرده است. در دوشنبه باشد یک باره 4 محصولات انگور، کدو و خربزه و تربوز در باغ ایرم ایدی خود را با دبدبه جشن گرفتند. خبرنگار جوان فردوس عمرف در پس منظر ایدی سیب و انگور در شهر باختر پیشنهاد کرد در همین ردیف ایدی گاز هم تا ارزان شدنش برگزار شود. ژورنالیست عبدالقادر طلبکوف باشد در صفحه فیسبوکش نگرانی میکند که گمانم شرکت‌های تأمین کننده سوزشواری تصمیم گرفتند که تا جشن 30 سالگی نرخ بنزین و گاز را 30 سامانی رسانند. واقعا همین شب و روز بر راننده ها و مسافران نه سیب می‌خورد و نه انگور و نه خربوزه و تربوز. با این نرخ‌های هوایی گاز و بنزین گمان است که حتی نان از گلویشان گذرد. اما برگردیم سر ایدها. با استثنای گشنیج و ریحان و پودینه و چند کبودی و سرخی، اکثر میوه و سبزیجات در تاجیکستان صاحب اید هستند. عمر ایدهای خربوزه و عسل و کدو برابر به یک خواننده صنف 3 یا 4 است. 8 سال پیش وقتی یکی از معاونان وقت رئیس ولایت سوخت گفت که در فکر تشکیل کردن اید کارتاشکا هستند، من پیشنهاد کرده بودم که اید تپک هم سازمان داده شود و شعار این اید را هم پیشنهاد کرده بودیم. او می سوزد ما گرم می شویم. این پیشنهاد آن سالها خیلی منطقی می نمود چون کشور 6 ماه در گرداب بی‌برقی در می ماند و برای خانواده های کوهستانی تپک مثل اکسیژن ضرور بود. اما همین شب و روزها برگزار شدن کدام این را منطقی می دانید؟ پیشنهادهای خود را بنویسید.
احمد مسعود و جبهه مقاومت ملی او همان سپری مستحکم در مقابل طالبان باقی ماندند. طالبان مجبور شدند خبر قبلی خود درباره تحت نظارت درآوردن پنجشیر را پس بگیرند. نماینده طالبان بلال کریمی شام جمعه ادعا کرده بود که جنگیان طالب از 7 ولسوالی پنجشیر 5 تای آن را اشغال کردند و طرفداران طالبان این خبر را با تیر و موشکپرانی جشن گرفتند. بنا به خبرها در پی تیراندازی در کابل دست کم 17 نفر جان خود را از دست داده و 10 تن زخمی شدند. از حرکتی که از خوشحالیشان 10 کس به هلاکت میرسد در حالت جنگ چی امید رحمدلی میتوان کرد؟ اما شیر بچه پنجشیر که پسر همان شیر نامدار احمد شاهی مسعود است مثل دیوار آهنین پابرجاست و به گفته همسنگرانش هیچ تعدید و توطئه روح و نیرویش را نمیشکند. حتی هیبت الله آخوندزاده که گفته می شود رهبر شورای حکومتی در امارات طالبان تعیین شده است، از ملا برادر هم که رئیس حکومت نوی افغانستانش میدانند هیچ امیدی برادری نیست که نیست. اما مهمترین خبر مربوط به افغانستان از این سوی آمو این است که حکومت تاجیکستان بخشیده به 30 سالگی استقلال کشور احمد شاهی مسعود قهرمان ملی افغانستان و برهان الدین ربانی رئیس جمهور پیشین افغانستان را با اردن درجه اول اسماعیلی سامانی قدر کرده است. در فرمان پرزیدنت تاجیکستان دلیل این قدردانی چنین توصیف می شود: برای مساعدت و میانجیگری با برگزاری مذاکرات بین تاجیکان در سالهای 1993 1996 و سهمی بزرگ در روند استقرار صلح در جمهوری تاجیکستان. نقش برهان الدین ربانی و احمد شاهی مسعود در مذاکرات صلح تاجیکان کلیدی به حساب می رود. اما متاسفانه میسر نشد که این 2 نفر در زنده بودنشان به این نشان دست یابند. مسعود ماه سپتامبر سال 2001 و ربانی ماه سپتامبر سال 2011 کشته شدند. امامعلی رحمان رئیس جمهور کشور لایحه قانون درباره عفو را به بررسی مجلس نمایندگان پیشنهاد کرد. قرار است وکیلان پالات پایانی پارلمان این لایحه را روز 6 سپتامبر قبول کنند. قرار است این قانون نسبت 16000 نفر تطبیق کرده شود. در لایحه قانون نسبت به زنها، نابالغان، شخصان سنشان از 55 بالا، معیوبان، بیماران درجه وزنین، شخصان دارای مکافات‌های دولتی، اشتراکچیان جنگ و شخصان به آنها برابر کرده شده و شهروندان خارجی برتری داده شده است. آنها از جوابگری جنایتی و ادای جزا آزاد کرده می شوند اگر جنایتی صادر کردهشان به جنایت‌هایی که نسبت به آنها در قانون درباره عفو محدودیت‌ها پیش بینی شده است منسوب نباشد. از خبر نشریه جمهوریت با اطلاع منبع 10700 نفر از جوابگری جنایتی و ادای باقی مانده جزا آزاد می گردند. از جمله 800 گمانبر شونده و عیبدار شونده، 350 صد شونده، قریب 3000 محکوم شده از مؤسسه های اصلاحی، 1900 محکوم شده از کلانیه های اصلاحی سکونت و 4650 محکوم شده از ناظرات کارهای اصلاحی آزاد می شوند. مهلت جزای 5300 محکوم شده کم خواهد شد. قانون مذکور باید در مهلت 2 ماه اجرا کرده شود. خبرهای این هفته تمام. نظر و پیشنهاد و ارائه‌های خود را بنویسید. خیر، موفق باشید.